مهاجرت اگر با بعضی اویله‌ها درآمد خوبی اگر بیارد با بعضی اویله‌ها مشکلی میآورد. مشکلی در چی؟ اویله‌هایی هستند که پرتافته شدند، اویله‌هایی هستند که مبلغ کافی روانه میکنند و به مانند اینها. دختری من ماما جانم دوران یکیش که ماما جانش نمیگه ایخشوک شد همه لیلوش میگه 2003 اویله دارشه امین اینستیتوت صنعت میخوان معلمه رقص بود بعد نماند شکار کنی امی 10 سال ده تکن اینا 2014 2015 بخاطر بوده سال دیگه گشت با گو بچه میکنم که با 10,000 نه دختر شکن اپشیده زندگی میکنیم اومد گفت که چی با تو دختر کده ماده بچه در کنه بعد خیلی رفت 3 روز بعد سرش داد. اپای جیانبی مادر کلانی 3 فرزندی مادری گم شده می باشد. کودک راستی گپ 8 ماه شد و گفت که چه تری نمیشه باید ما برم با این 3 دختر کار کنم کلانی یک خونه گپ خرم بعد برم مسکو ده کم کندی تسیخ در جای پختپز بلوچین همونجا کار میکرد شروع بود کار میکرد سومو روی میکرد. من راستی گپ صنف 1 نمیرفتم که چه من مسکو رفته بود بس صنف 2 بودم یک دفعه آمدگی دیدگیشم تمام. 2014 6 فوریه زنگ زد گفت که چه جان باید من قزاقستان برم قزاقستان میگن نوتینجیه ما اوکراین میرم گشتم آمدم چه جان زنگت میزنم اما زنگ زکیش خاطر دیگه من زنگ نزده بردم نمره تلفن بردم KGB صورتاش بردم участковой تمامی خاراکتریستیک و همش بردم دادم نه که حاضره من یگان کس ریتت نمیته 6 سال من پیش 100 کس رفتم باور که سوم درجه گفتم میتم تون شدن من این دختری من توری کنی نکردنش تمامی جا رفتم هیچ که به دادی من رسید. نبیره میدکیش تا صنف 4 مکتب می رود در یگان ژورنال قید نیست در یگان جا گفتگی نیست که این کس از صنف 1 به 2 گذشت از 2 به 3 گذشت یعنی که از 3 به 4 گذشت با سود پیشنهاد کردیم که امی خودی گرفتن شهادت چی نمودی حجت گذاری را میگه ما عریضه نوشتیم پیشنهاد کردیم یعنی که در این حالت خودی امی زن یعنی که برای نبیره خودش شهادت نامه گرفت. از همین اویله اپای جیانبی ما نبیره کلانی او را سیاره رو به کورس آموزشی روانه کردیم او کورس کامپیوتری رو از خود نمود صاحب شهادت نامه شد. میخوام بخونم صاحب معلومات بشم خودم موچم بکنم در دست یگان کس نمونم بیبی من بجای آچم شدگی در تربیه بیبیم نه که بسیار تقام خیلی زحمت نکشن هر ماه سوم روان نکنن لباس میخرم یگان جهت چی نیستم فقط آچم میخوام تمام فقط همش در سر امی بچم بختوار خیلی یک فرزند داره زن داره شکرانه خدا این امسال قدید 12 ساله میرم مسکو تا حالا مشکلی های اپای جیانبی حل نشده است از جمله همین با وصایت و پرستاری گرفتن اپای جیانبی برای نبیرگان خود که تا حالا حل مشکلی خود را نیافته است. لایحه ها کوتاه مدت هم اگر همین به مدت 4 سال یا اینکه 5 سال می بود آن مشکلی هایی که مثال کمتر دراز مدت هستند اما آن را حل کرده می توانستیم.